این لحظه شگفت انگیز آغاز یک شروع دوباره است. شما شاهد لحظه‌ای بسیار خاص از زندگی یک نوع مورچه هستید که به آن ملکه مورچه یا تاناجورا میگویند. این مورچه پس از پایان دوران پرواز و جفتگیری وارد مرحله‌ای از زندگی می شود که باید یک کلونی جدید بسازد و برای این کار بالهای خودش را که با آنها در آسمان پرواز می‌کرد از بدنش جدا می‌کند. کاری دردناک و ظاهراً عجیب اما کاملاً طبیعی و ضروری برای ادامه مسیر. او دیگر نیازی به پرواز ندارد. اکنون وقت آن است که بر زمین قدم بگذارد، پناهگاهش را بسازد و ملکه سرزمینی شود که خودش از صفر می‌سازد. این دقیقاً جایی است که داستان زندگی ما با او تلاقی می‌کند. گاهی وقتها در زندگی باید دل کند، باید گذشته را رها کرد حتی اگر زیبا بود. باید از چیزی که ما را بالا برد بگذریم تا به چیزی که قرار است زندگی ما را عمیق‌تر کند برسیم. این فقط یک ویدیو از یک مورچه نیست. این یادآور لحظه‌ای است که شاید همین حالا تو هم در زندگیت تجربهش می‌کنی.